بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هشتمین جلسه از درس شناخت سیاست اسلامی در دور مدنی قرار داریم. در جلسه گذشته توضیح دادیم که زندگانی پیامبر صلی الله علیه و به دو دور تقسیم می شود: دوران مکی و دوران مدنی. و در دوران مکی سیاست به طور عملی در واقع وجود نداشته، بلکه به طور تمهیدی، مقدماتی، ته‌بنایی و اساسی وجود داشته که مقدمات او ریخته شده. چون که گفتیم که ارکان و اساسات سیاست 4 چیز است که یکی از اونها ارض و زمین هست. سرزمین باید باشد و سرزمینی برای مسلمانان در مکه نبود، چون در سلطه مشرکین بود. و بعدن که در مدینه آمدن سرزمین پیدا شد و دیگه ارکان کاملا ارکان سیاست کامل شد. هر 4 تا که سرزمین بود و حاکم و رعیت و قانون هم در دوران مدنی شروع شد دیگه، با نزول آیات مبارکه در مورد مسائل ضروری مردم، مسائلی که نیاز داشتن در بخش‌های مختلف. خب به هر صورت در این جلسه سیاست دوران مدنی رو می‌خوانیم و بعض اموری که اتفاق افتاده تا این موضوع روشن‌تر و واضح‌تر شود برای دوستان و عزیزان. ابتداً صفحه کتاب خدمت شما ارائه می‌کنم: العهد المدنی قیام الدوله. دوران مدنی که در آن دولتی قائم شده است. یعنی واقعاً باز هم دیروز هم تکرار کردم، میره جای تعجب است به کسایی که تاریخ اسلام رو ببینین. دوران خلفای راشدین، دولتی که با 2 امپراتوری بزرگ مقابله کرده و 2 امپراتوری بزرگ در مقابل او به زانو افتاده و تمام امت اسلامی هم اجماع داشتن در دوران خلفای راشدین و در دوران اموی ها و عباسی ها و اصل حکومت و اینها اجماع داشتن. حالا بعضی موضوعات دیگری که محل اختلاف بود، جزئیات، بحث دیگری است. حالا یکی بیاد بگه در اسلام به سیاست ربطی نداره. انسان واقعا تعجب میکنه که چگونه کسی بیاد یه حرف بزنه و دوران زندگی پیامبر و دوران خلفای راشدین نبخونه و بی غرض باشه، غرض نداشته باشه. مگر اینکه غرضی داشته باشه بحث دیگری است. خب به هر صورت در عهد مدنی که قیام الدوله شده چگونه بوده؟ کان العصر النبوی بقسمیه. دوران نبوی به هر 2 قسم خود، مکی و مدنی، مرحله تأسیس و بنا بود برای کیان امت اسلامی. اساسات امت اسلامی، بنای امت اسلامی در حقیقت ریخته میشد و چی بود؟ تأسیس و بنایی بود برای وضع اسس العامه، قوانین عامه را در واقع میگذاشت که به زودی مسیر امت به این طریق چی میشد؟ پیش میرفت. سوف تحکم مسیر هذه الامه على طول التاریخ، که به این طریق حکم میکند در مسیر امت اسلامی را در طول تاریخ. لقد قامت الدوله الجديده على اساس الاسلام. دولت جدید، دولت مسلمین در مدینه منوره بر اساس اسلام گذاشته شد. فی کل شیء، در هر چیز، در تمامی امور بر اساس اسلام بود. چنین نبود که پیامبر صلی الله علیه و در باب عبادات بگوید اسلام، اما در باب مسائل سیاسی یا در مسائل اونها بگوید که نه، اینجا حکم الهی اصلا مدار اعتبار نیست، هر چی میخواید بکنید. نه، اونجا میبینین الله درس میده: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. در باب عهد بحث میکنه: و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. اگر اونا میل به طرف صلح کردن، تو هم میل به طرف صلح بکن. و همچنین در آیات دیگر در مورد صلح توضیحاتی که میده. و صلح و جنگ و نامه نوشتن به پادشاهان دنیا و اینها، دعوتشان، اینا کلا جزء اعمال سیاسی است، اعمال دعوتی صرفی نیست. در هر چیز فی ادارتها و سیاستها و حربها و سلمها و صلاتها بالافراد و الجماعات. در اداره امور، در سیاست، در حرب، در سلم صلح، فی صلات ارتباطات با کشورهای دیگر، روابط دیپلماسی، بالافراد و الجماعات، چی فردی چی جمعی، اینا همه میرسانه که اینا جزء امور سیاسی بوده و در همه بر اساس قانون الهی کار میکردن. قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله: و کان رسول الله صلی الله علیه و فی مدینته النبویه. پیامبر در مدینه نبوی خود یتولا جمیع ما يتعلق بولاة الامور. تمام کارهایی که یک ولی امر انجام میده، یک اولی الامر انجام میده، پیامبر انجام میده. و یولی فی الاماکن البعیده عنه. و در جاهایی که دور بود پیامبر صلی الله علیه و والی تعیین میکرد. چنانچه تعیین کرد والی در مکه مکرمه عتاب بن اسید را بعد از اینکه مکه فتح شد،
و در طائف عثمان بن عبدالعاص را والی تعیین کرد. حالا این که والی تعیین میکنه، والی تعیین کردن کار دعوتی است یا داخل میشه در امور سیاسی؟ داخل میشه در سیاست که بخشی است از اسلام و خادم اسلام است. و همچنین کان یعمر علی السرایا، بر لشکرهای کوچکی که به جنگ میفرستاد امیر تعیین میکرد. و یبعث علی الاموال الزکویه، افرادی میفرستاد که مال زکات جمع کنن. برای اموال زکات سوعات، سعی کنندگان، یعنی کسایی که مال زکات میگرفتن. مثل که امروز دولت مثلا بخش مالیات بگیری داره، بلا تشبیه بین مالیات و بین بحث زکات گرفتن. فیأخذونها من منهی علیه، پس میگرفتن کسایی که بر عهدهشان زکات بود، از اونها زکات میگرفتن و باز رو میدادن به مستحقینش، یعنی دخل و خرج داشتن که الله تعالی در قرآن هم این بحث یاد کرده. خذ من اموالهم صدقه، از مالهایشان صدقه بگیر. و کان النبی صلی الله علیه و سلم یستوفی الحساب علی العمال، پیامبر این عاملینی که می آمدن و به حساب پولی چیزی جمع کرده بودن از اونها حساب میگیرید و محاسبه میکرد اونها علی المستخرج و المصروف، که از کجا آوردن به کجا مصرف کردن، حساب میگیرید اونها. و لحاظا اینجا میخواد بعضی از اعمالی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی قدوم به مدینه انجام دادن بیان کنه. اول بنای مسجد، میگه پیامبر اول که آمدن مسجد بنا کردن. از روایات صحیحه میگه ظاهر میشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم اولا اساس مسجد قبا را گذاشت و کان یصلی فیه، در مسجد قبا نماز میخوان. بعدن باز آمد به منطقه بنو عمرو بن عوف که جزء مدینه است، باز اونجا یک بنای مسجد دیگه درست کرد. و ثم اتم بنو عمرو بن عوف بنای مسجد را باز کامل کردن، بنای مسجد قبا را. ابن حجر اسقلانی در مورد مسجد قبا گفته او فی التحقیق، در تحقیق او اولین مسجدی است که پیامبر با یارانش در آنجا نماز خوانده به جماعت علنی و آشکار. وگرنه در مکه هم که جماعت های بوده نماز می‌خواندن اما علنی و آشکار نبود. و اولین مسجدی که بنا شد برای جماعت مسلمین به طور عموم مسجد قبا بود. باز بعداً پیامبر صلی الله علیه و مسجد معروف خود را ساخت، مسجد نبوی که فعلا هست. اهمیت بنای مسجد چیست؟ شکی نیست که هناک دلالات، میگه موجود است دلالت های متعددی برای بنای مسجد. حیث کان ذلك العمل اول عمل قام به النبی صلی الله علیه و سلم. مسجد در زمان ما متاسفانه فقط تبدیل شده به یک جایی که نماز خود بخوانیم بیرون چین بریم، اما در صدر اسلام چنین نبوده، بلکه مسجد مرکزی بود برای حل مشکلات مردم، مرکزی بود برای درس و تعلیم، یعنی هم مدرسه بود، دارالقضایی هم بود، در اونجا قضاوت هم صورت میگرفت و در همونجا ارشادات و توجیهاتی برای مردم میشد برای امور اجتماعیشان و امور حربشان و جهادشان و تمام امور از طریق مسجد یکدیگر را میدیدن. پیامبر هر کاری میخواستن انجام بدهن فی‌الفور اعلان میکردن مردم را که بیاین به مسجد. مردم جمع میشدن در اونجا، پیامبر برایشان صحبت میکرد که خیلی روایات متعدد در این مورد داریم. پس مسجد عنوان این امت است، یعنی معرفی کننده این امت است. و هو الذی یمثل رمز انتصاراتها، رمز پیروزی مسلمان ها در مسجد است، در اجماع و اتفاقشان است، وگرنه مسجد نباشه همه به هم میریزن. تنها نیست که بحث نماز خواندن باشد و تمام هر کس بره دنبال کار خود. فلقد امضى المسلمون فی مکه 13 سنه، مسلمان ها در مکه 13 سال بودن الله را پرستش میکردن به خوف و ترس، خوف و وجل، به حالت ترس و وحشت بودن. و یستهدون، و مورد فشار قرار میگرفتن اگر اعلان میکردن شعائر دین خود را، و اذیت میشدن اگر علنی و آشکار نماز میخواندن و صدای نماز خود بلند میکردن و صدای قرآن خود بلند میکردن. و اولین رکن و کان اول رکن ظاهر تقوم دولت الاسلام علیه من اجل الصلاه، اولین رکن ظاهری علنی که اسلام بر او بنا شد نماز بود و قیام دولت، اصلا دولت به خاطر است که نماز به پا بشه. درسته گذاشته هم گفتم هدف اصلی بندگی الله است و در بندگی الله نماز بعد از توحید اولین جایگاه را دارد. الله تعالی چی میگه؟ الذين ان مكناهم في الارض، آن بندگانی که اگر آنان را ما در زمین تمکین ببخشیم، قدرت ببخشیم، اقاموا الصلاه، نماز به پا می‌دارند، و آتوا الزکات، زکات میدهند، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، امر به نیکی و نهی از بدی میکنند، ولله عاقبت الامور، عاقبت امور از الله سبحانه و تعالی است. پس اینجا اصلا تمکین در زمین، قدرت به دست آوردن برای این هدف است، لاقامت الصلاه و ایتاء الزکات و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر.
فکان قیام المسجد النبوی، پس لحاظا به پا شدن مسجد نبوی و اعلان توحید در مدینه در واقع اعلان قیام دولت اسلامی بود. کاملا ربط میگیره بود. دوم، عقد مواخاتی که پیامبر بین مهاجرین و انصار بنا کرد. ببینید ما قبلا گفتیم که 4 رکن و اساس داره سیاست. یک رکن اون رعیت است و رعیت باید با هم متفق باشن. یکی از وظایف حاکم این است که رعیت خود قلوبشان را واحد بسازه، یعنی کار کنه، در تلاش بکنه که اینها با هم متفق باشن، متحد باشن، از اختلافات دوری بکنن و این از اولین کارهایی بوده که پیامبر صلی الله علیه و آله انجام داد. دقت کنید ملت عربی که به نهایت درجه قوم پرست بودن که حتی پسر کاکاها با هم می‌جنگیدن، چی برسه اقوام دیگر، و لحاظا در مدینه اوس و خزرج با هم درگیر بودن. پیامبر وقتی آمد اوس و خزرج با هم آشتی کردن. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی اونجا آمد مهاجرین آمدن، مهاجرین به همراه انصار مردم مدینه، خب طبعا دو قوم کاملا متفاوت از دو شهر متفاوت، بلکه چند قوم افراد مختلف بودند. پیامبر بین اینها عقد مواخات و برادری به وجود آورد. هر انصاری با هر یکی از مهاجرین چی کرد؟ دست برادری داد. چنان برادر بودن که حتی از همدیگر در ابتدای اسلام میراث می‌بردن، مال خود تقسیم می‌کردن. و لحاظا این یکی از اساسات و بناها بود که رعیت تربیه بشه و رعیت قلب واحد بشه و ید واحد بشه. امروز هم در سیاست ای از مهمترین امور است. هر حاکمی که بتونه بیشتر قلوب مردم خود را با هم جمع بکنه، این حاکم موفق است، سیاستمدار موفقی است. ان تجانس شعب ای دوله من الدول، هم جنس بودن هر ملت از هر دولتی که باشد، من العوامل المهمه، از عوامل بسیار مهم است در استقرار سیاسی دولت. دولت میتونه خیلی مستقر و ثابت بمانه. و الله تعالی بر پیامبر خود منت گذاشته که الفت انداخته بین قلوب مسلمین، گفته و الف بین قلوبهم، الله در بین قلوبشون الفت آورد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، تو اگر تمام آنچه را که در زمین است مصرف میکردی نمیتونستی در قلوبشون الفت بیاوری، ولکن الله الف بینهم، اما الله در قلوبشون الفت آورد. واقعا هم به ظاهر حال خیلی چیز عجیبی بود قوم عرب اینچنین جمع شدن. امروز ببینید جمع کردن ملت افغانستان چقدر سخته. عموم سیاستمدارهایی که تا به امروز بودن متاسفانه ناکام بودن. از بسی مسئله سختی است، الا که فضل و رحمت الهی بشود. و من نماذج تلك المواخات، از نمونه های این برادری میتونیم برادری بین عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ربیع، یکی مهاجر یکی انصار، و بین سلمان فارسی مهاجر و ابوالدرداء انصاری عهد پیمان گذاشته شد. و اینجا این بحث هم نبود این غلام است و این آزاد است و او پولدار است و این فقیر است. کلا این نظام ها رو پیامبر از بین برد. این قوانین کاملا شکست قوانین جاهلیت را. و تقدمه پیشتر گذشت که مواخات بین مهاجرین و انصار بود و همچنین بین اوس و خزرج از انصار شد. و در بیان حکمت مواخات، حکمت این برادری بین مهاجرین و انصار، علامه سهیلی از مورخین اسلامی میگوید آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم بین اصحابه، پیامبر در بین یاران خود برادری ایجاد کرد حین نزل المدینه، زمانی که به مدینه آمدن، لیذهب عنه وحشت الغربه، تا ترس و وحشت غریبی از اونا دور بکنه. اینا غریب بودن، از شهر دیگر بودن، او از بله در شهر خود هستیم، برادرای ما هستن. و لحاظا میگویند که مسلمان در دیار اسلام غریب نیست. لیس فی دیار اسلام غریب، دیار اسلام همه دیار خود مسلمین است. باید مسلمان ها این چنین باشند. و یونسهم، و به این طریق پیامبر در واقع اونا انس داد، آرامش داد از اینکه از اهل خود، عشیره و خانواده خود دور بودند. و یشد ازر بعضهم ببعض، بعضی رو به بعضی پیامبر تقویت کرد، تکمیل اینا به هم محکم کرد که یکدیگر رو پشتیبانی کنند. خب این هم یکی از تهبناها و اساسات سیاست بود. دیگه صحیفه مدینه، وثیقه مدینه یا دستور مدینه، بحثی است که چی کردن علمای تاریخ نوشته کردن و مطرح کردن. پیامبر وقتی به مدینه تشریف آوردن، کتب مغازی و کتب سیر، اینجا دوستان چیز دقت کنه، در کتب سیر و مغازی یعنی کتب تاریخ زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم، از لحاظ تاریخی، یکی از لحاظ حدیثی که احکام گرفته میشه.
مثلا ما اینجا دو بخش داریم، یکی کتب حدیث داریم. در کتب حدیث بیشتر و غالبا احادیثی نقل میشه که از اونها احکام گرفته میشه. اعتقاد پیامبر چه بود، افکار پیامبر چه بود، نظر پیامبر چه بود، اخلاق پیامبر چه بود، اعمال پیامبر چی بود، راهنمایی‌های او در مسائل عملی چی بود، دستور او چی بود، نهی او چی بود. و در کتب حدیثی چون احکام گرفته میشه، از لحاظ سندی خیلی دقت صورت میگیره و اگر جای سند درست نباشد تذکر داده میشه که سند درست نیست، چون احکام برداشت میشه اونجا. اما در کتب تاریخ چون فقط نقل میکنن، خیلی جاها به سند خیلی توجه نمیکنن و لحاظ علمایی رو تذکر دادن که از کتب تاریخی احکام نباید بگیریم. کتب تاریخی فقط برای پند و اندرز و موعظه و نصیحت و اینهاست، نه برای اینکه ما از او درس چی بگیریم، احکام رو بگیریم، مگر اینکه سندش صحیح باشد. هر وقت میخواین از تاریخ احکام رو بگیریم، باید سند رو بررسی بکنیم. و لحاظ مورخین میبینیم خیلی جریان‌های نقل کردن، حتی بعضی خیلی جریان‌های دروغی است، باز اون فقط به خاطر اینکه سند را آوردن. مثل ابن جریر طبری میگه که خیلی چیزا آوردم که داخلی اصلا هیچ عقلی او نمیپذیره. میگه فقط سند رو نگاه بکن، خود راوی رو میبینی که اگه راوی مثلا دروغگوست دیگه چی دیگه مشخص است. و به این خاطر بین کتب تاریخ و بین کتب حدیث باید فرق بگذاریم. حالا همین وثیقه و صحیفه‌ای که پیامبر به مدینه تشریف آوردن در کتب مغازی و سیر، یعنی در کتب تاریخی خیلی مفصل یاد شده و ذکر شده و بعضی هم یاد میکنن در اینکه پیامبر آمده و از لحاظ سیاسی کار انجام داده. اما در کتب حدیثی این اثری برای اون نیست و از لحاظ حدیثی عموما محدثین این تضعیف هم کردن، اکثریت رو ضعیف میدونن و اینجا مصنف همین میگه و بر همین اساس فقط یک اشاره به اون میکنه، اما خود صحیفه نمیاره که ماده ها و بنود و بندهای این صحیفه چی بوده و به این خاطر میگه چون از اون نمیتونیم احکام بگیریم، میگه من اون رو نمیارم. اما خلاصه باید بگیم که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی چی کردن، به مدینه منوره تشریف آوردن، طبق روایات تاریخی آمده که صحیفه‌ای نوشته کردن و در او انصار را هر کدام را مشخص کردن، قبیله های مختلف که هر کدام مثلا دیتی که مثلا از قومشان بشه باید دیت را پرداخت بکنن. بعضی مسائل حقوقی در واقع اونجا یاد کردن، تذکر دادن و همچنین در مورد یهودیان که اونها کار خود انجام میدهند و مسلمان ها کار خود انجام میدهند، هیچ کدام به دیگر اذیتی ندارن و اگر کسی به مدینه حمله کند همه با دیگر دست واحد هستند، در مقابل اونها باید بجنگن و امثال او. همچنین یک اموری ذکر شده در حدود 10-15 بند است که گفتیم به علت ای که مشکل سندی دارد در اینجا مصنف نیاورده. خب اینجا گفته جاء فی کتب المغازی و سیر و غیرها، در کتب مغازی و سیر، در کتب تاریخی آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله زمانی که به مدینه تشریف آوردن کتابی نوشتن بین مهاجرین و انصار، وادع فی یهود، عهد و پیمان بستن در او با یهودیان و عهد، وادع یعنی عهد، و شرط لهم و اشترط علیهم، شرط های برایشان گذاشتن و شرط های بالایشان گذاشتن و بعضی حقوقی برایشان بعضی بالایشان. و قد درج کثیر من الباحثین، درج کردن بسیاری از محققین در نظام سیاسی در اسلام این به حساب صحیفه را علی ذکر هذه الصحیفه او الوثیقه دون تمحیص لاسانیدها، بدون اینکه بررسی کنن سندهایش را، و تم استنباط قواعد اساسیه کبرا، از این به اصطلاح صحیفه خیلی قواعد اساسی سیاست فهمیده میشه، خیلی مسائل از اون فهمیده میشه و بنا علی ما ورد فی بنودها، بنابر آنچه که در بندهایش آمده. اما چون از لحاظ سندی مشکل داره، مصنف میگه من از این لحاظ داخل نمیشم، ولن افید فی الکلام علی هذه الوثیقه، من زیاد میگه بحث نمیکنم برای وثیقه یا تحلیل بنودش، فاسانیدها ضعیفه لا تقوم بها حجه، چون اسانیدش ضعیف است قابل احتجاج نیست. و قد تکلم عنها و ضعف غیر واحد، جمع زیادی روی او بحث کردن و او تضعیف کردن و در حاشیه هم باز تذکر داده. از جمله گفته شیخ البانی در کتاب دفاع عن الحدیث النبوی بحث کرده، شیخ یوسف العشر در کتاب الدوله العربیه و سقوطها توضیح داده و اما همچنین بعضی دیگه علمایی که بوده تضعیف کردن. خب به هر صورت و این هم تمام. میریم به بحث بعدی، تنظیم الدوله الاسلامیه و ابرز معالمها السیاسیه الداخلیه و الخارجیه. تنظیم دولت اسلامی و بارزترین علامات سیاسی داخلی و خارجیش. خب یک سیاست یک کشور دو نوع امور داره، امور داخلی و امور خارجی. در این خاطر وزارت هم دو وزارت بشه در این بخش، وزیر امور داخله و وزیر امور خارجه.
و لحاظ ما بارزترین به حساب نشانه ها و علامات سیاست اسلامی را در صدر اسلام در دوران مدنی، چی در امور داخلی چی در امور خارجی، اینجا بررسی میکنیم. تکونت الدولة الاسلامیه، دولت اسلامی در مدینه تکوین شد، شکل پیدا کرد و اخذت تباشر مهامها، شروع کرد به انجام دادن مهمات خودش، التي شملت کل نواحی نشاط سیاسی، که تمام بخش های تحرکات سیاسی معروفی که در او زمان بوده، دقت کنید، معروفی که در او زمان بوده در مجالات مختلف، در میدان های مختلف شروع کرد به انجام دادن. میدان ها فرق میکنه طبق او زمان تا این زمان، تفاوت ها هست دیگه. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یتولا تلک المهام بنفسه، و پیامبر خودش این کارهای مهم رو انجام میداد، یا به واسطه رهبران قوادی قائدینی که تعیین میکرد برای سریه ها و برای بعوث. و نظمت موارد الدوله المالیه، در بخش مالی تعیین بود که از کجا مال میآید بیت المال و چگونه با تقسیم میشود، به تنظیم زکات و طرق جبایتها، طریق گرفتن او چگونه گرفته بشود، چه مقدار گرفته بشود، از کی گرفته بشود، از کی گرفته نشود، در بخش جزیه، در بخش زکات، در امثال او. و عقدت المعاهدات، در بخش خراج از زمین ها و عشر این موضوعات. و عقدت المعاهدات، معاهدات بسته میشد در زمان پیامبر صلی الله علیه و انفذت السفارات للعالم الخارجی، سفیر فرستاده میشد به خارج، سفیرهایی وجود داشت، نامه‌برهایی بود، میرفتن صحبت میکردن، گفتگوهایی بود. فتکونت بذلك اسس العلاقات الدولیه للدوله الاسلامیه، اساسات ارتباطات دولتی از همونجا به وجود آمد که میشه کشور اسلامی، نظام سیاسی اسلام با بیرون، با کشورهای دیگر، با غیر مسلمین ارتباطات و روابط دیپلماسی و سیاسی داشته باشد، با اونها گفتگو کند، عهد و پیمانهایی ببندند و حرب و سلمی داشته باشند، خلاصه هم جنگ هم صلح در حالات مختلف. بعضی تشریعات سیاسی للدولة الاسلامیه، بعضی از تشریعات یا قانونگذاری‌های سیاسی برای دولت اسلامی در دور مدنی. دولت اسلامی شروع کرد تتخذ طابعها، کم کم دیگه شکل خود رو میگرفت، کم کم دیگه واضح و روشن میشد. و تتشکل تشریعات سیاسیه فی شؤونها الداخلیه، قوانین سیاسی او در امور داخلی و ارتباطات خارجی کم کم دیگه شکل میگرفت به تدریج در دوران مدنی. صاحب السلطه فی رسول الله صلی الله علیه و صاحب سلطه یعنی امیر مسلمین کی بود؟ پیامبر صلی الله علیه و و صحابه رضی الله عنهم اعوان بودند، وزرا بودند. مثل امروزه که مثلا یکی رئیس دولت است، باز چی داره؟ وزیر داره، معاونین داره، همکارهایی داره. اونجا هم همچنین بود. البته به این عناوین یاد نمیشد، عملا همون کارو میکردن، اما به این عنوان نبود. پیامبر مشوره دهنده هایی داشت، با مشوره دهنده های خود صحبت میکرد و افراد خاصی بودند که با اونا پیامبر مشورت میکرد. مشورت با هر کس نمیشد، اما کسایی که فهمیده بودند، دانا بودند. و دیگه اینکه کسایی که از اونها پیامبر کار میگرفت برای پیشبرد امور حکومت اسلامی، در واقع در شؤون داخلی و خارجی تحکم الشریعه الاسلامیه، شریعت اسلامی حاکم بود. و منهم الرضا و التسلیم، و صحابه هم راضی بودند وقتی پیامبر دستور میداد این چنین است، گفتن سمعنا و اطعنا. و الله متعال این چنین صحابه را توصیف کرده، گفته انما کان قول المؤمنین، جز این نیست که سخن مؤمنان این بود، اذا دعوا الی الله و رسوله، وقتی دعوت شدند به سوی الله و رسولش، لیحکم بینهم، تا در بینشان قضاوت کند، ان یقولوا سمعنا و اطعنا، گفتن ما شنیدیم اطاعت کردیم. و اولئک هم المفلحون، و اینها کامیابان و رستگارانند. و جاء الشرع بما ينظم شؤون الانسان فی کل المجالات، شریعت دیگه کم کم آیات نازل شد برای تنظیم امور انسان در تمام بخش ها، و از جمله ما يتعلق بالسیاسه فی کل مجالات داخلیه و خارجیه. از جمله آیاتی که در این مورد نازل میشد تعیین میکرد رابطه راعی و رعیت را، که رئیس دولت با مردم خود چه رفتاری داشته باشد و چقدر احادیثی در این باب داریم، و که در باب اینکه راعی با رعیت چه ارتباطی داشته باشد، چگونه باشد، اگر ظالم باشد چه میشه، اگر عادل باشد چه میشه، پادشاه عادل چه کار میشه، و بین افراد رعیت ما بعد خود افراد رعیت چه ارتباطی باید داشته باشد. یحدد لكل مسئولیاته و یعرفه بواجباته، برای هر کدام مسئولیاتش را معرفی میکرد شریعت و واجباتش را به او میشناساند. فجاءت نصوص الشریعه، نصوص شرعیه آمد در قرآن کریم و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. از جمله به طور مثال و امرهم شورا بینهم، باید مسلمان‌ها بر اساس مشورت کار کنند. نظام دولت بر اساس شورا هست. این چیزی است که امروز هم تا به امروز تمام جهانی را قبول داره که واقعا باید دولت بر اساس شورا بشه.
استبداد و زورگویی چیز بدی است و اگر میبینیم جایی استبداد و زورگویی است، این در اسلام نیست. شما اگر ما اصلا در اسلام نظام پادشاهی نداریم. اگر شما جایی نظام پادشاهی میبینید، این تخلف از قانون شریعت است. پدر رفته بچه باید که حتما پادشاه باشه. کی گفته؟ باید بر اساس شورا باشه و این کاری که میکنن این کار خلاف شرع است. البته باز بعداً این بحثا بیشتر خواهد آمد. یا این امرهم شورا بینهم بیان است لطبیعت السلطه فی الاسلام. سلطه خاصیتش در اسلام چگونه است؟ بر اساس شورا است، نه بر اساس استبداد. دیگه اینکه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. ای مؤمنان بجنگید با کسایی که با شما نزدیکن از کافران. کافری که شما از او در ترس هستین، به شما اذیت میرسانه، با او بجنگید. کافرانی که نزدیک شما هستن باید در شما غلظت و درشتی را احساس کنند، ببینن. واعلموا ان الله مع المتقین. بدانید که الله به همراه پرهیزگاران است. ببینید اینجا شاید بعضی بگن ببینید اینجا در قانون سیاسی اسلام اینجا گفته بجنگید. ما میگیم که تو قانون امروز بیار که قبول نداره اصل جنگ. همه قبول دارن، وگرنه چرا سلاح‌های خود هر چند وقت یک بار نمایش میدن؟ چین به نوعی نمایش میده، کره به نوعی نمایش میده، روسیه به نوعی نمایش میده، آمریکا به نوعی نمایش میده. هر کشوری به نوعی سلاح‌های خود نشان میده. اینا برای چی نشان میده؟ برای تفریح و اسباب بازی که نیست. نشان میده یعنی ما این قدرت داریم. ولی یجدوا فیکم غلظه. باید درشتی را در شما احساس کنن، بفهمن دشمنان. اما در اسلام تفاوتش این است که در جنگ باید تعدی و تجاوز نباشه. زن کشته نشه، بچه کشته نشه، بر اساس جهانگشایی و کشورگشایی نباشه، بر اساس دزدی اموال مردم نباشد، به این اساس نباشد، بلکه بر اساس دفع ظلم باشد، بر اساس اجرای عدالت و قانون عدالت باشد. اعدلوا هو اقرب للتقوی. و همچنین این قانون ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، در قانون جزایی در قصاص برای شما زندگی است. این قانون آمد گذاشت، قانون جزا هست. خب این سیاستی باید باشه، دولتی باشه که جاری کنه، وگرنه قصاص که رعیت جاری نمی‌کنن دیگه. چگونه میگه سیاستی نیست؟ قصاص دولت باید جاری بکنه دیگه. و در قصاص زندگی است، چون وقتی نفر بفهمه، قاتل بدانه که من اگر یک شخص بکشم خودم کشته میشم، نمیکشه، هم این زنده میمانم او. پس در قصاص زندگی است. ای کسایی که صاحب عقل هستید لعلکم تتقون، تا شما تقوا و پرهیزگاری داشته باشید. دیگه حدود شرعی که در شریعت گذاشته شد برای حفظ نفس انسان ها، برای حفظ مال انسان ها، برای حفظ آبروی انسان ها و نسل انسان ها، من بین حدود کثیره فی اطار تحقیق الامن الداخلی، که اینا کلا برمیگرده به امنیت داخلی کشور. و قول پیامبر صلی الله علیه و سلم الا کلکم راع، آگاه باشید که هر کدام شما سرپرست هستید، و کلکم مسئول عن رعیته، و هر کدام از رعیت خود پرسید خواهی شد و مسئول هستید. پیامبر معرفی کرد که تنها رئیس دولت رو سرپرست ندانید، هر کس در حد خود مسئولیت دارد. مثل که امروز میبینیم که وقتی بحث میشه در بین مردم، عموما مردم کوشش میکنن که تقصیر را با گردن دولت بیاندازن، دولت به گردن مردم بیاندازه، هر کس میخواد از خود دور کنه. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایه که نه، همه شما راعی هستید و همه مسئول هستید، هر کس به اندازه خود. بعدن تعیین هم میکنن فالامیر الذی علی الناس راع. پیامبر صراحتا امیر یاد میکنه. اگر دولتی نمی بود، سیاستی در اسلام نمی بود، دیگه امیرش را پیامبر یاد میکنه. امیری که بر مردم راعی هست، اون مسئول است از رعیتش. روایت در صحیح البخاری و صحیح مسلم است، متفق علیه است. و دیگه اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به راعی و سرپرست که باید مسئولیت خود رو بفهمه، متوجه باشد، نسبت به رعیت خود خیانت نکند، ظلم نکند، بی‌توجهی نکند. باز نسبت به خود رعیت پیامبر چی میگه؟ علی المرء المسلم السمع والطاعه، حقوق به اصطلاح اولی الامر مسلمین، امیر مسلمین، و حقوق رعیت هر کدام در جای خودش. حقوق مردم این است که امیرشان نسبت به اونها عدالت را اجرا بکنه، عادل باشه، به خیر و شرشان کوشش بکنه که کمکشان بکنه و برای خیر و سعادتشان بکوشه. و چی که هست رعیت باز چیکار کنن؟ در مقابل با سمع و طاعت داشته باشن. علی المرء المسلم السمع والطاعه. شخص مسلمان در حکومت اسلامی باید بشنود و اطاعت کند فیما احب و کره، چی دوست دارد چی ندارد. بعضی وقتا میشه امیر چی دستور میده من خیلی خوشم نمیاد، نه که خلاف شریعت باشه، طبیعتی بالای مکان سخت انجام او کار، اما باید انجام بدم چون اول الامر دستور داده. الا ان یؤمر بمعصیه، مگر اینکه امر به گناه باشد. اینجا دیگه امیر هر کس هستی،
امر به معصیت قبول نمیشه. فین امر بمعصیت فلا سمع ولا طاعه، روایت صحیح مسلم است. چقدر اگر دولتی نباشد، اگر حاکمی نباشد، حاکم مسلمان دیگه اینا چی معنا داره دیگه؟ و همچنین پیامبر فرمودن لا تحاسدوا ولا تناجشوا، برای رعیت در بین خودشان به یکدیگر حسودی نکنید، تناجش نکنید، مال خود را به فریب بازی بفروشید. ولا تباغضوا، بغض به یکدیگر نکنید. ولا تدابروا، پشت به یکدیگر نکنید. ولا یبی بعضکم علی بیع بعض، ادعی امور اخلاقی را بیان کردن. به یکی بالای فروش برادر خود چیزی را نفروشد، بیا از اون نخر، از ما بخر، من ارزان‌تر میدم. و کونوا عباد الله اخوانا، شما بندگان الله باشید، با هم برادر. رعیت مشخص کرده، رعیت با هم برادر باشید. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلمه، به او ظلم نمی کند. ولا یخذله، خذل نمی کند که او را به دشمن رها بکند، دفاع می کند از او. یکی دیگه از امور مهم در نظام سیاست اسلامی و رعیت و اخلاق و اجتماعی، امور اخلاقی و اجتماعی جامعه اسلامی معرفی می کند که مسلمان برادر مسلمان خود را به کافر تسلیم نمی کند. ولا یحقر، او را تحقیر نمی کند. علاقات اجتماعی بین افراد جامعه معرفی میکنه که کلا به مصلحت جامعه است. الی غیر ذلك من النصوص، و نصوص زیادی دیگر و ضوابط شرعی دیگر که تشکیل میکند نظام سیاسی را در اسلام. الذي يحقق سلامت البلاد، که اینا سبب میشه کشور در سلامت باشد و در راحت بندگان حاصل بشود. ملامح السیاست الداخلی للدولة الاسلامیه، علاماتی و نشانه‌هایی از سیاست داخلی دولت اسلامی. پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یستمد سیاست الداخلی لهذه الدولة الاسلامیه من وحی الله سبحانه و تعالی. پیامبر برای سیاست داخلی، برای تدبیر امور داخلی ملت خود و مردم خود و امت خود از وحی الهی استمداد میکرد، کمک میگرفت. و من الصعب فی هذا الموجز الاحاطه بجوانب سیاست داخلیه. میگه در این کتاب، در به این اندازه مختصری که اینجاست، خیلی مشکله که ما تمام مباحث اون بیایم اینجا مطرح بکنیم که در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه اینا تنظیم کرد، چگونه منظم شد. ولکن میتونیم بعضی امور را اشاره بکنیم. اول، پیامبر صلی الله علیه و آله کان یقوم بمحمد البلاغ. پیامبر در بین امت خود یکی از کارهایش تبلیغ دین بود، که آیات قرآن کریم را برای مردم میرساند، وحی را میگرفت به مردم میرساند و مردم را دعوت میداد به همراه حرص علی التعلیف بینهم. همیشه حدیث بود که بین اینها الفت باشد، اینها با هم محبت داشته باشند. و یکی از مهمترین مسائل در سیاست است که سیاستمدار باید این کار را برای ملت خود داشته باشد و اونا برحذر می‌داشت از شرک، اما بر راه حق، جمع شدن بر باطل نه، بر حق. اونا برحذر می‌داشت از شرک. و کان یتولی الفصل فی المنازعات، اختلافات میامد حکم میکرد، قاضی ایشان بود، والی ها تعیین میکرد، اموال زکویه جمع میکرد، اونا در مصارفش انفاق میکرد، متوجه ملت خود بود، جایی که فقرا بودن توصیه میکرد که برایشان کمک بشه و در امور مختلف. دوم، پیامبر صلی الله علیه و آله در اموری که جدید پیش می آمد با اصحاب خود مشورت میکرد و مشورت‌هایشان را میپذیرفت و الله هم به او دستور داده بود و شاورهم فی الامر، در امور با آنها مشورت کن. فقط ثبتت مشاورته لهم فی امور کثیره، روایات متعدد داریم که پیامبر در امور مختلف با اصحاب مشوره میکرد و این مشوره ها منحصر فقط به امور جنگ یا جانب عسکری و جنگ و جهاد و اینا نبود، در امور دیگر هم در تمام امور مشورت میکرد، در چیزی که وحی نیامده. چیزی که وحی باشد اونجا دیگه جای مشورت نیست، اما در تطبیقات در بعضی از امور دیگر میتونه مشورت بیاید. لذا در نظام سیاست اسلامی امیر باید همیشه با مشوره کار کنند، نه مستبد. و پیامبر صلی الله علیه و آله کان یستخلف علی المدینه حین غیابه، پیامبر وقتی از مدینه بیرون میشد جاینشین تعیین میکرد برای امور مردم. والی اگر پیامبر حاکم نبود چرا این کارو میکرد؟ مثل که امروز رئیس دولت بیرون شه جایی بره بعضی امور و وظایف و کارهای خود بسپره به یکی دیگه، پیامبر دقیقاً این کار انجام میداد. یا ای که امیر تعیین میکرد بر لشکرها و سریه ها. چهارم، پیامبر خیلی حریص بود که وظیفه های دولت را تقسیم دقیق بکنه، امور را تقسیم کنه بسپره به اهلش، نه اینکه هر کس از اقوام و خویشاوندان بود بیا بگیری وظیفه از تو، این از قوم ما هست، خیر دیگه اگه کاری هم نکرده. حتی کسایی که بهترین مقامات دینی رو داشتن، از سابقون الاولون بودن، به خاطر اسلام ما از مال و جان و خود همه چیز گذشته بودن، پیامبر وقتی وظیفه رو میخواست بده به این چیز نگاه نمیکرد، این مقام و منزلت او بین او و بین الله، بیشتر که پیامبر نگاه میکرد به صلاحیت ها نگاه میکرد. لذا خالد ابن ولید قومندان
جنگ ایستاد میکنه. ابوبکر صدیق نمیکنه، در حالی که او از سابقون الاولون است. و همچنین عمرو بن عاص را قماندان ایستاد میکنه و عمر بن خطاب را هم زیر دستش قرار میده. چرا؟ به اساس چی هست؟ صلاحیت ها وظیفه میده، نه بر اساس اینکه این خیلی متقی بوده، خیلی دیندار بوده، یا این خیلی پولدار بوده، یا قوم من بوده. اصلا اینا مهم نیست. امروز مثلا ما میبینیم که به عنوان نظام اسلامی والله فلانی 20 سال جهاد کرده، لحاظا به این باید یک وظیفه بدیم. نمیشه که این مجاهدین رو ما یک گوشه بگذاریم، باید به اینا وظیفه بدیم. چرا نمیشه بگذاریم؟ جهاد کرده به خاطر الله. وظیفه به اساس چیه؟ به اساس صلاحیت. میشه کنار بگذارین؟ چرا نمیشه کنار بگذارین؟ وقتی نمیتونه وظیفه درست انجام بده، او فساد میکنه. همون 20 سال جهاد خودم همه نابود میکنه اگر جهاد صحیح کرده باشه. اونم همه از بین میبره. پس لازم این اصلا چیز درستی نیست، روش خلاف اسلام است. بلکه وظایف پیامبر صلی الله علیه و سلم توضیح دقیق میکرد بر اساس صلاحیت‌ها، و الله هم همین میگه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله دستور میده وظایف رو به اهلش بسپرید، نه اینکه به کسی که والله کاری انجام داده بیای این جایزه هست. اصلا وظیفه جایزه نیست، رتبه نیست، مقامی نیست، مسئولیتی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا کسی دیش صاحب سرش بود، بعضی اسرار خود او میگفت، بر کس نمیگفت. کاتبین وحی داشت، نویسندگانی داشت. اصلا یعنی اگر چی نمی بود، سیاست در اسلام نمی بود، نیازی به حرفا نبود. کاتب وحی داشت، کاتب نامه ها و رسائل جداگانه داشت که نامه می نوشتد به افراد دیگر، به کشورهای دیگر یا به والی های خود. و کتاب عهود، کسایی که عهدها و مواثیق و صلحنامه ها و وثیقه ها را می نوشتن. و کان هناک صاحب الختم، کسی داشت با مجردی که متوجه شد که کشورهای دیگر پادشاهانشان نامه‌ای که مهر نداشته باشه قبول نمی‌کنن، فلفل مهر ساخت و صاحب مهری داشت که مهر به او سپرده شده بود که مهر محفوظ باشد، کسی از او سوء استفاده نکنه و غیر ذلك. پنجم، پیامبر صلی الله علیه و سلم جعل مسئولیت حمایت البلد على كل قادر من افراد الرعیه، بر کسایی که توانایی داشتن از افراد رعیت مسئولیت امنیت داخلی رو داد. فلم یکن هناک جیش محدد، در اون زمان لشکر مشخصی نبود که حتما اینجا لشکری باشه اینها امنیت داخلی رو بگیرن. و گفتیم که اینها سیستم است، اینا شکلیات است، میتونه به طول زمان تغییر بخوره. امروز مثلا برای امنیت داخلی سیستمی است، مثلا این بخش امنیت ملی سی، در بخش قماندانی هست، این بخش جنایی سی، بخش مسائل چی هست، جاسوسی و اینهاست. به هر صورت هر کدام اینها جداگانه ارگان‌های مختلف کار میکنن، خیلی هم عالی است. و اینا چیزایی نیست که خلاف شریعت باشه. این سیستم ها، اینا هر چیز ضرورت ها زیاد میشه، طبق ضرورت ها اینا ساخته میشه. یک چیز هست که این کسایی که در اینجا کار میکنن با اخلاق اسلامی با مردم برخورد کنن. وقتی کسی میگیرن بر اساس شبهه نگیرن، بر اساس شبهه جزا ندن، باید با دلیل و مدرک باشه و امثال او قوانین دیگری که در شریعت اسلامی گفته شده. بحث اصلی اینجاست، نه اینکه افراد میبینیم که تا نگاه میکنی به خانه نفر ریختن بدون اجازه، چرا به خانه نفر داخل شدی؟ تو چی حق داری که داخل بشوی؟ سند و مدرک داری که واقعا یک جرمی انجام داده بوده، مجرمی بوده، او بحث جدایی است. اما نکردی برای تجسس، حق نداری برای تجسس داخل بشی و امثال او. خب فلم یکن هناک جیش محدد، لشکر محددی نبود. خب البته این جزئیات بحث‌های خیلی زیاد داره دیگه، اینجا جایی نیست. و پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی ندای جهاد میداد، با لشکر خود به خود جمع میشد. ثم یختار منهم من یصلح لذلك، بعدن پیامبر اختیار میکرد هر کس را که صلاحیت داشت، هر کس را اصلح میدید، لخوض غمار هذه الحروب، تا داخل شود به اعماق این جنگ ها و مهمات عسکری و جنگی. علاقات خارجی برای دولت اسلامی، تتمثل علاقات الخارجیه لدولت اسلامیه، ارتباطات بیرونی و خارجی دولت اسلامی و همراه دولت‌های دیگر مبنی بود بر اساس دعوت الی الله سبحانه و تعالی. تنها امور دیپلماسی صرفی نبود، به امور سیاسی فقط، بلکه بر اساس دعوت بود. ولم يكن من سیاست الدولة الاسلامیه اللجوء الى الحرب الا بعد عده مراحل. چنین نبود که پیامبر هم زود با کشورهای دیگر جنگ کند، نه اصلا چنین نکرد. نامه‌هایی هم که نوشت اصلا در نامه‌های خود به جنگ و به اینها چیزی نگفت، بلکه دعوت داد اونها رو به طرف حق و حقیقت، بگو گناه مردم شما بر عهده شما میشه اگر قبول نکنید. پیامبر خواهان جنگ نبود که زود جنگ بکنه، دعوت میداد چون دعوتگر بود. و لحاظا
میبینیم مراحل متعدد و مختلف داره در باب جهاد. اول باید دعوت میده به طرف هدایت، نشدن جزیه حتی قبول کنن، سلطه دولتشان فقط از بین بره. اصل هدفی بود که سلطه سیاست‌های باطل از بین بره، سیاست‌های کفری از بین بره. مردم باز خودشان انتخاب میکنن که کی مسلمان باشه کی نباشه. و کان من السیاسة القتالية الاسلامیه، از جمله سیاست‌های جهادی اسلام تحقیق هدف به ادنی حد من الخسائر. در باب جهاد هم تا جایی که توان بود کوشش میشد که مطلب با کمترین درجه خسارت حاصل شود. لازم بعضی از نویسندگان گفتند که یعنی پررحمت جنگ ها در تاریخ جهان جنگ های تاریخ اسلام است، جنگ های زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم پررحمت جنگ هاست و کمترین خسارات داره. یعنی تمام دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم کسایی که در جنگ کشته شده‌اند به ماحول 1000 نفر تقریبا. یعنی اینقدر پیامبر در اون باب چی میکرد؟ کوشش میکرد که به چیز کمتر مشکل را حل کنند. و لحاظا مین صلح حدیبیه با چی شروط ظالمانه قبول کرد، حتی در صفوف عدو. لحاظا نهی میکرد از اینکه پیرمردها کشته نشوند، پیرمرد را نکشین، زنها کشته نشوند، اطفال کشته نشوند، حتی کارگرها کشته نشوند، همون کسی که میجنگه. آیه قرآن هم اشاره به همین میکنه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، در راه الله با کسانی بجنگید که با شما میجنگن. از قطع درختان منع میکرد الا حالات استثنایی بعضی هست مثل در سوره حشر آمده، اما اصل و قانون هم یکی منع بوده. و وقتی پیامبر امیری را در لشکر امیر میکرد یا در سریه لشکر کوچک، او را وصیت میکرد که تقوای الهی داشته باش در مسائل شخصی خودت و دیگر در مورد مسلمین هم تقوا و پرهیزگاری داشته باش. اونا وصیت به خیر میکرد. بعدا میگه اغزو بسم الله فی سبیل الله، جهاد کنید به نام الله در راه الله. قاتلوا من کفر بالله، با کسی کفر به الله ورزیده بجنگید. البته همون کسی کفر ورزیده و چیه مقاتله هم میکنه، از جمله مقاتلین است که نصوص دیگه او رو مشخص میکنه. اغزو، جهاد کنید، ولا تغلوا، غلول نکنید، خیانت در مال غنیمت نکنید، ولا تقدروا، عهد شکنی نکنید، ولا تمثلوا، مثله نکنید که او کشته را با گوش و بینیش رو ببرید، ولا تقتلوا ولیدا، بچهای خود را نکشید. یک نمونه و مثال است که در روایت صحیح مسلم است. غیر این خیلی روایت متعدد دیگری هم آمده. ثانیاً الرسل و الرسائل، در امور خارجی پیامبر نامه‌هایی میفرستاد، رسول‌هایی میفرستاد و ما می‌بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم نامه‌ای به هرقل عظیم روم، پادشاه روم فرستاده. هرقل یا به اصطلاح امروزی چی به زبان خودشان هراکلیس نامه میفرستاد. دهیه ابن خلیفه کلبی برای او فرستاده و به سوی کسرا پادشاه روم یا خسرو پادشاه فارس نامه فرستاد. عبدالله ابن حذافه سهمی فرستاده. به سوی نجاشی پادشاه حبشه عمرو ابن امیه زمری فرستاده. البته این نجاشی اون نجاشی مسلمان نیست، این نجاشی بعدی است. اون نجاشی فوت شده، باز بعداً این نجاشی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون نامه نوشتن و دیگه در حاشیه هم توضیح داده. و که نامه نوشت به مقوقس پادشاه مصر و اسکندریه و حاتم ابن ابی بلتعه فرستاد. الی غیر ذلک من الکتب الکثیره، نامه‌های زیادی دیگری که پیامبر فرستاده به سوی پادشاهان و غیرشان و هدف دعوت الی الله بوده. و اینا همه میرسانه بحث موضوع سیاسی را که سیاستی وجود داشته، عهود و مواثیقی که پیامبر بسته، این هم میرسانه ارتباطات خارجی پیامبر را، مثل پیمانی که در صلح حدیبیه پیامبر جاری کرد به همراه کفار قریش که به عنوان فتح مبین یاد شد، انا فتحنا لك فتحا مبینا. و صلح حدیبیه شروطی داشت معروف و نتایجی داشت و نتیجه هایی داشت که همه بعد این صلح مرتب شد. و لحاظ از این طریق صلح خیلی اهداف پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست آوردن. و لحاظ اینها همه میرسانه پس در مدینه کاملا یک نظام سیاسی به تمام معنا وجود داشت. البته طبق شرایط اون زمان، مقایسه نکنیم به شرایط زمان بگیم والا مثلا امنیت اونها، امنیت داخلی اینجوری سیستمی نداشته، در وزارتخانه‌های خود اینجوری سیستم شما بیاین تغییر بدین، طبق شرایط و ضرورت‌های زمان خود درست کنین، هیچ مشکل نداره. اما در سیستم خود کار خلاف شرع نکنین، کار خلاف عدالت نکنین، بر اساس شورا کار بکنین، حلال ها رو حرام نگردانید، حرام ها رو حلال نگردانید، ظلم نکنید. اصلا بحث این است. انشالله که این مطلب هم واضح شد و انشالله در جلسه آینده دولت اسلامی در عهد خلفای راشدین را خواهیم خواند. الله سبحانه و تعالی همه ما شما را حفظ کند و بیداری دینی عطا بفرماید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت
استغفرك و اتوب الیک.